گلم فالوورای عزیز ولی باید بریم میدون چی کردم. من مرتضی هستم، اومدیم امروز یه بلاگ زیبا از شهر زیبای شهرسوار بگیرم براتون. میدون هفته تیر بوده، من هیچ ارزش نبوده، نمیدونم چجوری شده. باید بریم بالا رو دور بزنیم. این هم خیابون فردوسی میشه غربی. میخوام یه بلاگ رانندگی امروز میخوام برم 3000 براتون بلاگ بگیرم. ولی از اونجا که من عاشق شهرسوار و همشهریای گلم هم یه بلاگ میخوام از میدان هفتتی تا دورایی 2000 هم بگیرم براتون. بلوار رو دور بزنیم. امروز جمعه 21 شهریور ماه ساعت 8:23. من هم که مرتضی این بلاگ رو میخوام تقدیم کنم به همه بچهای گل شهرسوار، که اونایی که داخلن، که اونایی که خارجن، چه اونایی که آینده دارن این بلاگ رو میبینن، یه یادگاری از ما بمونه. اینم خیابان خیام بود دست چپ ما. قبلا براتون بلاگ 2000 و رانندگی تو شهرسوار و دوشنبه بازار و بازار ماهی فروشان رو گرفتم. چند روز پیشم رفتم خرم آباد رو گرفتم. امروز هم میخوام برم 3000. اینم اگه اشتباه نکنم خیابون ابوذر حاتمیان. اینجا تقریبا همه پسرای شهرسوار یه خاطره دارن. یعنی جلوتر بهتون میگم چرا. به خودشون میدونن چرا، ولی خب امروز دیشب هم بارون اومده، خورده زمین خیس معلومه. بالا احتمال زیاد می‌آلوده. علت خاطر داشتن این خیابونه. دبیرستان امام خمینی، امام حسین، حاجی نوری، میکنه الان شهدای فرنگی هم هست. همشون توی این خیابونن. مسیر رفت آمد اکثر پسرای شهرسوار همین خیابون هست. اینجا هم که ورودی محله خمرزگاه، خوبان رزگاه دیگه، ما مردم عادت کردن میگن خمرزگاه، خوبان رزگاه. ابتدایی من اینجا مدرسه میمادم، شهید زیدی، شهید طیبی زیدی. ما یه ناظمی داشتیم آقای کرمی، نمیدونم زنده است یا نه. من 4 و 5 اینجا میمادم. داره با موبایل صحبت می‌کنه. 4 و 5 اینجا میومدم. تو کلاس هر چی شلوغ میشد من اولین نفر که من نمیکشید بیرون. آتو بیا بیرون. بعد که من نمونه قبول شده بودم، اینم کمربندی شهرسواره. کمربندی شهرسواره. اینم ورودی طیب محله است. موتور در نیاد جان. داریم میریم سمت زنگش محله. آقا این هر چی میشه ما رو میکشید بیرون. میگه تو بیا بیرون، تو شلوغ کردی. میگه آقا من چیکارم با نه، قیافه تو معلوم. بعد میزد با یه چوبی داشت، میزد. بعد ما نمونه قبول شده بودیم، مامان ما شیرینی آورده بود که پسرم قبول شده. گفت کی این؟ دکتر میپرسه این؟
این باورش نمیشد ما شاگرد اول کلاس حریف از خود نشه. پنجم ابتدایی 1998 شد، ریاضی 20 نداد نامرد. این جاده که میره به سلیمان آباد و زنگش محله و گلیجان و 2000 و 3000 و واسه همین جاده معمولا شلوغه، چون مسیرهای که میره خانوار زیاد داره. حالا این باز بخوره گشاد شده. چند رنگ بدن میاد. این جاده خیلی تنگ بود، الان خدا رو شکر یه خورده عریضش کردن، خورده جاده ایمنیش بیشتر شد، ولی خب باز جا داره، فضا داره. جاده 2000 3000 هم اینور راه داره، هم خورم بود از طرف قلعه گردن میره. نمیشه گفت کدوم اصلی تره، ولی خب به نظر ما اینجا اصلی تره، ولی کم نزدیک تره به نظرم، چون اینجا می کشکول اینا رو دور میزنه، اونور یهو میره سر اون دورایی که ما ولاگو میخوایم تمام کنیم. زنگش محله، زنگشاه محله، زنگش محله، مثلا گلیجان هم میرم. گلیجان این سمتی میرم. آجی همه کار میگه جز رانندگی. این سمت اینا میرن سمت گلیجان. دوزار 3000 معمولا پنجشنبه جمعه شلوغه، اکثرا اونجا ویلا دارن. جمعه 60 تعطیله کلا. خونه دارن میرن صفا سیتی. تو معمولا جمعه غروب موقع برگشت شلوغه. جمعه موقع برگشت دیگه از ساعت 6 7 شلوغ میشه تا 11 12 شب ترافیک. منم دیشب شیفت بودم، راستش زیاد خوب نخوابیدم، خورده وسط ها پنچر میشم به خاطر همین.
برنامه‌ریزی کردم روز باید ولاگو بگیرم دیگه که اشتباه نکنم. اینجا میگن سیب محله یا سیب کلایی همچین چیزی. داداش هم بهتر اینجا رو بلده. جاده 2003 جاده خود 2003 علت نامگذاریش هم یه دو سه تا روایت هست. دو تاشون من یادم هست بهتون میگم. که 1000 منظورش بلبل همچین چیزی. جایی که 2000 تا بلبل داره، جایی که 3000 تا بلبل داره. یکیش اینه 1000. یکم به خاطر ارتفاعش میگن 2000 متر در کیلومتر 2000 متر دریا ارتفاع داره. اونم 3000 متر به خاطر اینه. دومی یه خورده معقول تر به نظر میاد. یعنی خب من وظیفه‌م هر دو رو که شنیدم براتون تعریف کنم قضاوت با خود. قطرهای بارون داره رو شیشه میشه. نمیدونم شما دید دارین یا نه. طوفانم بیاد من امروز باید این ولاگو بگیرم براتون. اصلا ردخور ندارم. اینم میدان کشکوه. میدان کشکو مستقیم میره سلیمان آباد سمت چپ که میره 2000 3000 هم تابلوش. این تابلوی لالش خیلی قدیمیه. اصلا بچگی من یادمه هزارنامه مالیاتی رو تازه زدم ولی لالش خیلی وقت. یه روزم باید بیام چهارشنبه بازار سلیمان آباد رو براتون بگیرم. یه بازار محلی خیلی باحال داره. خانوما مخصوصا بخش عمدهش مال خانوماست. دو قماش اینا میارن. یه همون بریم فعلا. اینم ورودی کشکوه. روستای کشکو. یه همکلاسی داشتیم راهنمایی آقا محسن عسکری مقدم. الان خارجه نمیدونم کدوم کشوره. آلمانی اروپا کشور اروپاییه. ولی برخوردی که با هم داشتیم دعوا بود. برخورد با هم دعوا بود. من کشکومی هم یاد محسن هم با هم تو اینستاگرام در ارتباط هست. کشکومی هم یادمون میافتم. خود دعوامون. دعوا بچگانه ها جدی نبود. دوستان من تو همه ولاگ‌ها توصیه میکنم جاده‌های محلی مخصوصا جاده محلیه خب جا سبقت نگیرید. سرعت هم در حد معقول 70 الان که 50 تا داریم میریم 70 تا چون یو بچه کوچیک میاد یو موتوری میاد یو گاو میاد سگ هم که ماشاءالله الان زیاد شده از کنترل خارج میشه. مخصوصا روزهای جمعه هم شلوغ هم هست. احتیاط کنید. بومیات که خودمون باشیم هم رعایت نمی کنیم. حالا شما مثلا مسافری بیا اضافه بشی باز بومیا نمیگم کار خوبی میکنن و حال تو جاده مثلا سر پیش اونور کسی خبر نداره چه خبره یهو همه چیز ثابت نیست. باز به نسبت جاده رو بلدن باز بارشون حادثه است و میگن کار خوبی نمیکنن ولی باز شما دیدین یه بومی چیز میکنه پشتش راه نیفتین نرید. دیگه
اونجوری میره حتما یه چیزی هست، خبری نیست. راجع به 2000 3000 هم خیلی ها سوال میکنن 2000 قشنگتره 3000 قشنگتره. یه چیز دلیه. 3000 وصل میشه به علموت، یعنی تقریبا انتها نداره، وصل میشه به قزوین. انتها منظورم جادهش بسته نیست، داشت رسوا کردی و برو دیگه. این که 92 قاف هم نمیده کجاست. به 30 تا دیگه احتیاط نیست دیگه، راه نرفتن. 2000 هم خب بنبسته، سرسبزتره، امکانات نزدیکتره، مغازه و مسائل ساختمانی و شما تا درجان هم مثلا حتی روستا هست، روستاهاش اسمشونو درجان و آرود و روستا زیاد داره، من اسمشونو به حضور ذهن ندارم، به تو تابلو دیدم بهتون براتون میگم. خیلی زیاده و خیلی هم قشنگه، نگفتم چیزه، ولی به نسبت 2000 سرسبز نیست، یه خورده سرسبزیش کمتره. من معمولا میگم خاصه، هر کدوم یه عشق و صفایی داره، بستگی به مود خودت داره دیگه. من با هر دوشون حال میکنم، هر دو خوشم میاد. به 3000 این جاده اولاش برای نشستن عالی تر. الان ما میریم تا جایی که میگیریم برای تفریح و اینا، چون خیلی دشته رو داره گواه رو بیام. شما این تیکه رو نبینید 30 تا میرید، اسمش احتیاط نیست بذارید. من 50 تا دارم میرم. یه ما طول میکشه، راه نمیخوایم بریم گوشه کنارتر بریم بقیه برن. ما خودمون هر موقع خواستیم بریم مثلا این ناهاری بمونیم چی کنیم، میرفتیم 3000 یا اوایل جاده 2000. اوایل جاده 2000 رو یه بخش زیادی از 3000 شبیه همه، کنار رودخونه هست. الان میریم با هم دیگه. البته تو این ولاگ نمیبینیم، ولاگ بعدی اگه دوست داشتیم ببینیم. حواسم نبود چه وایسات ما داریم میایم میپرچیم. این ولاگ به نظر خودم ویو نمیخوره، اون نظر خودمه، چون واسه بچهای این میدونی که از ما این ولاگ اینجا تمامش میکنیم. دست چپ میره خرم‌آباد. من چند روز پیش ولاگو تا اینجا گرفتم از خرم‌آباد، اونم دوست داشتین نگاه کنید، تو پلی لیست شهرسوار براتون میذارم. قلعه گردان اینجا وصل میشه، چیزی جاده مشترک میشه. هر ماشینا دیگه تقریبا تعداد باید زیاد بشه، چون یه سری از اون جاده اومدن. امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشین، اینکه طولانی نشه، چون 3000 خوش قشنگه دیگه. این ولاگو تمامش می‌کنیم. تو گاو چیکار داریم می‌کنیم سری؟ امیدوارم که لذت برده باشید. قربونتون، روزتون بخیر.